امروز پیغام خوشی برایم ارسال گردید. سخنوری سنجیده، جانفدای مطبوعات تاجیک به سین مبارک 70 رسیدند. این جشن فرخنده را برایشان مبارکباد میگویم. قراخانوف برای خاندان ما شخص نهایت عزیزند. بعدی از دارالفنا و دارالبقا پیوستن استاد سخن مقیم عبدالرحمنوف، آدمیتی والا و زنگ‌های پیوسته ایشان خاندان ما را از غم و یأس رهانید. آرزو دارم این ابرمرد صنعت سخن همیشه تنصیحت و موفق باشند. کلک خوشگفتارشان در جولانگه باغ سخن همیشه اطرافشان باشد. شما را آبروی باشد همیشه، بلند از قله های کوه ساران. همیشه بخت و اقبال یارتان باد، همین است آرزوی جمع یاران.